بهش گفتم که این بیا توی، من این میز رو تو سرش خورد میکنم. بگو نیا تو. ببین کافیه تو بری سمتش بگی پخ. بچه ها من احساس میکنم یک نفر اومده میکروفون گذاشته بالای یاسیخ من. یاسیخ یعنی چی؟ یاسیخ یعنی دوشک بالای بالش پتوم، که مثلا بیاد منو خراب بکنه. فرشاد پای آدم اشتباهی. به من اشتباه نگو، به من اشتباه نگو. همه اینایی که دارن به من میگن آدم اشتباه همینا بودن که فرشاد عزم کردم. آخه تو میدونی من الان چه داره اذیت میکنه؟ میدونم. نمیدونم. باید از هم دیگه فاصله بگیریم. چون مادره من و شاهرخ ماهرخ توافقی از هم دیگه جدا شد. Ayrılık yaman ayrılık.